جانم. الو سلام مهسا جان. سلام شما؟ اگه تشریف نمیارین لطفاً این لغو سفر رو بزنید. شما این آقا سعید؟ مگه ماشین نگرفته بودین؟ چرا دیگه؟ اگه میشه لطف کنید چند دقیقه دیگه منتظر بمونید. خانم برای یه سفر 5 دقیقه‌ای که من نباید 10 دقیقه اینجا منتظر بمونم. جبران میکنم آقا سعید. باشه منتظر میمونم. برای تو 1 ساعت هم منتظر میمونم فقط به خاطر ادبت. سلام خوبی؟ سلام خانم مهسا جان. جونت سلامت. صبور شد و نزنی. چرا؟ میشه لغو سفر رو بزنی؟ پشیمون شدین؟ شما لغو سفر رو بزنی توضیح میدم خدمتتون. شما خودت هم میتونی لغو سفر رو بزنی ها؟ آخه 3 تای قبلی رو لغو کردم. 2 تاشون که پیرپاتال بودن، یکیشم قیافش خیلی داغون بود. برعکس شما. اینم لغو سفر فقط به خاطر مهسا جان. مقصدتون که عوض نشده. مقصدو که الکی زده بودم. ماشین ساعتی میخواستم. من اصولا ساعتی کار نمیکنم. دربستی چی؟ دربستی که اصلا نیستم. در اختیار؟ در اختیار رو هستم ناجور، به خصوص اگه رفت و برگشت باشه و 2 مقصده. ببین سعید جون، من تازه متارکه کردم. تو خونه داشتم از تنهایی دق میکردم. حالا مسیر رفت و با هم بریم، واسه برگشت اگه حال جفتمون بهتر شد با هم به نتیجه میرسیم. بنده در اختیار شما. اختیار دارین آقا سعید؟ امر بفرمایید. مقصد فعلا بریم یه کافه 2 تا اسپرسو دوبل خفن بزنیم، یکم تپش قلبمون بره بالا. ببین من تپش قلبم همین الانم خیلی بالاستا. مهمون منی. بریم امروز میخوام بزنیم به سیم آخر. خطرناکه یه وقت برق نگیرتمون. مگه دستکش نداری؟ ها؟ گازشو بگی در رو. برای چی شده؟ شوهرم اینجاست. غلط نکنم از دم در دنبالمون میکنه. برو دیگه. مگه نگفتی متارکه کردم؟ متارکه کردم ولی جدا نشدم. کجا برم؟ اینو فعلا گمش کن، برو یه جای خلوت. گمش کردم ولی بهتر نبود میرفتیم یه جای شلوغ؟ نه تو جای شلوغ گیرمون مینداخت، نمیتونستیم دیگه باش معامله کنیم. معامله؟ ببین بهروز همون قدر که غیرتی 10 برابرش پولکیه. پول بهش بدی بی خیال تو میشه. بی خیال تو هم میشه؟ منم مجبورم از مهریم بگذرم دیگه. بدبخت شدم سعید جون. تو رو خدا فقط یه کاری کن زنگ نزنه 110. خب میگیم تو مسافرم بودی. کدوم مسافر؟ تو سفر رو لغو کردی. خودت گفتی لغو کنم. کسی باور نمیکنه که تازه من واسه حفظ جون و آبرو مجبورم بگم تو منو دزدیدی. دزدیدم؟ یه زنگ بهش بزن بگو کجا این بلند شه بیاد. لازم نیست زنگ بزنم، حتما خودش پیدامون میکنه. تو هم با شریکی به من به خدا حاضرم همه زندگیمو بدم فقط این دست از سر من برداره بره. اوکی. الو سلام جناب سرگرد. به به سلام جناب سروان، چه خبر جدید؟ قربان اون پرونده اخاذی بود سپردینش به من، بالاخره به دام افتادم. تبریک میگم سروان، میدونستم کار خودته. گرفتیشون؟ دختره پیشم اما ظاهرا ایشون هم قربانیه. قول داده اگر مساعدت کنیم پاش به کلانتری نرسه طرفشو لو میده. هر قولی میخواد بهش بده، فقط این بی‌شرفا رو برسونشون به من، به خصوص همون دختره رو. بعد نرو باش، وا نمیشه، من با شما کار دارم. گوه خوردیم جناب سروان، تو رو خدا بی خیال ما شو. دیگه نمیشه بی خیال شد، گزارشتون رو دادم. بعدش هم مگه نمیگی من بیگناهم؟ با تو کاری نداری. خب اگه اونو بگیری پای منم میاد وسط. یه راه داره. چی؟ زنگ بزن بهش، هر جور بلدی دکش کن بره. وقتی متهم اصلی نباشه پرونده مختوم است. الو لوکیشن ها. الو جواد نیا اینجا. چرا؟ نیا، همین که دارم بهت میگم. آخه چی شده؟ بابا اولاغ طرف پلیسه. پلیس کدومه بابا، چی میگی؟ همین الان زنگ زد با قرارگاه مفاسد اجتماعی. قرارگاه مفاسد اجتماعی.
مطمئنی اسکلت نکرده؟ میتونین تشریف بیارین تا بهتون ثابت شه. اگه من دارم رحم میکنم به خاطر اشکای این دختر معصومه، وگرنه اگه دست من یا جناب سرگرد به تو برسه خار و مادر تو به عذاب مینشونی. حالا میشه در رو باز کنین من برم؟ نه دیگه، گزارش تو به جناب سرگرد دادم، نمیتونم بذارم بری. اما شما قول دادین من پام به کلانتری نرسه. نمیرسه. الو جناب سرگرد، متاسفانه پسر متواری شد اما دختره مونده تا همکاری کنه، ولی میخواد پاش به کلانتری باز نشه. اوکی منتظرم فعلا. میخواین چی کار کنین؟ میریم یه جای امن، من و جناب سرگرد مفصلا ازت بازجویی میکنیم، احتمالا تا صبح طول میکشه. اگه نیام چی؟ اونو که نمیتونی. ببین اگه بخوای مقاومت کنی یا همکاری نکنی خودت اذیت میشی. سلام جناب سرگرد. سروان لوکیشن فرستادم. ممنونم. من و مهسا جان الان میایم اونجا. اگه راستشو بگم چی؟ یعنی بازم دروغ گفتی؟ شوهرم نیست، دوست پسرمه، ولی به خدا بار اولمونه. با خیر سرمون میخواستیم با پولش بریم یه شب شمال حال کنیم. پیشنهاد اون بهروز خدا غلط کردیم جناب سروان. تو رو خدا این بارو بگذر از ما، قول میدم دیگه این غلطا نکنم. دوستت داره؟ آره. زنگ بزن بهش، اگه جواب داد پیاده شو برو. یعنی چی اگه جواب داد؟ تو بار اولته ولی من بار اولم نیست. کسی که دوست دخترش رو اینجوری تله میکنه واسه نجات خودش مثل آب خوردن ولت میکنه میره. قول دادینا؟ قول مردونه. چی بگم بهش؟ اگه جواب داد بهش بگو طرف پلیس نیست، بیا جلو، احتمالا همین دور و برا داره زاغسیامون رو شوت میزنه. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد. باورت شد حالا؟ شاید شارژ گوشیش تموم شده. خودتو گول نزن دختر، رفت که رفت. تو رو خدا بذارید من برم. خیلی ممنون. اسم واقعی چیه؟ واقعا مهسا هم جناب سروان. منم سعیدم، سروانم نیستم. ببخشید جناب سرگرد. نه سروانم نه سرگرد، فقط میخواستم اینو بفهمی رو هر دیواری نباید یادگاری بنویسی. ممنون نیستی یعنی؟ نه ولی تو حیفی دختر، با این جنم و جیگری که داری، با این ریسک پذیری که داری، تو هر کاری بری موفقی. اینم از کاسبی امروز ما. بله جناب سروان. تموم شد داداش، راحت باش. خطر از بیخ گوشم گذشت. یعنی ما اگه نقش مأمور پلیس رو بازی نکنیم ما هفته یه بار تو این شهر بی‌در و پیکر خف میشیم. دقیقاً همینه. یعنی خوشم میاد انقدر با هم هماهنگیم، قشنگ میریم تو نقش، طرف باورش میشه مأموری. بعدن حتما کتابش میکنم این اتفاقا رو. خاطرات یک تاکسی اینترنتی، مطمئنم خیلی پرفروش میشه. بله. سلام خوبی؟ مهسا. مهسا؟ میخواستیم بریم قهوه بزنیم، تپش قلبمون بره بالا. آها چطوری؟ خوبی؟ خوب نیستم. اون پسر همه چیمو برد. راست میگفتی. گفتم بهت که دختر خوب. اگه ممکنه میخوام ببینمت. چرا؟ حرف بزنیم. تو خب آدم پخته‌ای هستی، منم میخوام از این وضعیت در بیام. حرفای اون روزت هنوز تو گوشمه. کجا ببینیم همو؟ فرقی نداره، هرچی خلوت‌تر بهتر. کی حاضری؟ تا 1 ساعت دیگه. لوکیشن میفرستم بیا. کجا؟ خونه خودم. خونه؟ از خونه خلوت‌تر داری؟ اوکی بفرست. اوکی. هشتادم بیایی خونو بزن خودم در رو باز میکنم. حله برو. جواب برو خدا حواست بابا خیالت زم، برو تو. بله. تو کوچه‌تونم. بیا دم پلاک 85 تک بزن در رو برات. اوکی بیا.
الو سعید. ها آماده ای؟ آره برو. من دارم میام. داش یه دستی میندازی این ماشین رو روشن کنیم. خدا خیرت بده. حل داش. بریم من میزنم دنده دو حرکت میکنم. بگیر بگیر چی شده؟ موتورمون رو بردن. خاک تو سرت. چی کار کنم؟ رفتم ماشین هول بدم. خب رو ببین. الو سعید بابا من پلاک 85 اینجا پیدا نمی‌کنم. پیدا نمی‌کنی چون کوچه 85 حساب نداره. مادر نزایید سعیدمو بیچونه بیتفت. چی شده؟ موتورمونم بود. ای بابا خود تو سرم.